بحث میشه، این بحث در رابطه با مدیریت جامعه مسلمان هاست. اما بحث مهمتر آن است که آیا اسلام اصلا نسبت به زندگی اجتماعی ما تا کجا نظر دارن؟ چه مقداری نظر دارن؟ آیا همه ابعاد زندگی ما رو مدیریت میکنن؟ یا اینی که فقط ما در رابطه با عبادت و ارتباط با خداوند متعال و رابطه فرد با خالق، رابطه فرد با خالقش در زمینه‌های عبادی فقط اسلام برای ما برنامه. So that this concept of Zalat al-Faqih is based on the administration of a society. But the reality is that is Islam just restricted to what are the parameters of Islam? Are we saying that it's restricted only to the creator and the created? Or are these parameters wider than that? من تاریخ این تفکر رو دیگه نمیخوام بحث بکنم و این اندیشه رو، ولی همینقدر عرض بکنم که بر اساس درست ترین نظریه اسلام شناسان واقعی چون امام و فقهای بزرگ، اسلام یک دین جامع و اسلام یک دین فراگیر در همه ابعاد زندگی ماست، چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی، چه از نظر تکامل روحی، چه از نظر تکامل مادی برای ما انسان‌ها برنامه دارد. So that this debate in itself is a very long one. Nevertheless, Islam is a complete religion that plays a part in every dimension. So we're looking at the individual aspect, the social aspect of man, the spiritual as well as the material aspect. اگر اسلام یک چنین برنامه‌ای رو دارد، اگر مدیر و مدبری نداشته باشد، چه خاصیتی؟ یعنی برنامه هست اما مدیر نیست، چه کسی اداره کنند؟ ظالمان، ستمگران، مستکبران، فاسدان، خون آشامان، اینها بر جامعه بشری مسلط باشن، بر مسلمان ها مسلط باشن و اسلام هم بگیم یک دین جامعی هستش. آیا وظیفه نداریم ما در برابر در سرزمین های اسلامی حداقل وظیفه نداریم در برابر حکام طاغوتی و زور به پا بخیزیم و حاکمیت الهی را محقق کنیم تا جامعه در پرتو این دین و آیین همه جانبه بتواند به رشد و تکامل برسد. As that Islam obviously has a program for the dimensions of your life. But is it logical that without a leader or an implementer to this, that although legal Islam would lead it like that, don't we have a responsibility, or is this responsibility then given to oppressors, people who cause bloodshed, to these individuals, or do we have a responsibility to stand up against them? امام رضوان الله تعالی علیه بر این باور بود و لذا فرصتی که پدید آمد بعد از فوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی زمینه‌ای برای حرکت و قیام خواهد شد، امام به پا خواستند به عنوان یک وظیفه شرعی، به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک مسئولیت که باید در برابر حاکمیت طاغوت بایستند، مقاومت کنند. به تعبیر خود امام ولو بلغ ما بلغ، به هر کجا میخواهد کشیده شود، زندان، اعدام، تبعید، دوری از وطن، به هر چه میکشد بکشد. امام حرکت خویش رو این گونه آغاز کرد. The Imam waited for the right opportunity that after the death of Ayatollah Bujurdi, the opportunity to knock on his door. He believed it as his responsibility, Shari, to lay the foundations for this. And he said that, look, wherever it takes me, I need to stand up against the enemy, whether that's going to jail, whether that's being punished, whether that's me pushing away from my homeland. Whatever it takes, this is a responsibility that I need to take up, or wants to stand up against tyrants. و چون یک مجتهد عالی مقام بود، با معرفت کامل نسبت به مبانی اسلامی حرکت خود را آغاز کرد. نه احساسات بود، نه جنبه‌های عاطفه دینی بود، نه جنبه‌های تحریک شدن از توی جامعه بود. معرفت دینی
در حد اعلا از نظر اجتهاد، از نظر ساخته شدن روح در حدی که عارف به حقایق و معارف الهی و تسلیم قدرت پروردگار متعال بود، راه خودش رو پیش برد، مبارزه رو آغاز کرد و به جلو رفت، یک روز هم توقف نکرد. So that Imam Khomeini was a perfect mujtahid in every respect, and in Brihas Ma'arifah, and he was an arif, so he was a mystic, so the philosopher was a mujtahid, so therefore he had a comprehensive view of the situation. Not one stage did he actually hold back, but he continued in the progression of this movement and the struggle. ایمان داشت به اسلام جامع، اسلام جامعی که همه ابعاد زندگی ما را مدیریت می‌کند و ایمان داشت به اینی که وظیفه دارد در تحقق حاکمیت اسلام. ایمان داشت به اینکه خدا هم یاری می‌کند، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هم راه رو خدا نشان می‌دهد، هم خدا کمک می‌کند و یاری می‌دهد. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. The Imam himself was a complete individual in terms of his all aspects of life, and he believed that we must go forward in establishing this government. Again, those people who strive in the way of Allah, Allah will assist them, will help them, but the condition is that we need to strive. If we help Allah, then Allah will also help us. ولذا با قدرتمندترین حاکمیت در منطقه خاورمیانه، یعنی حاکمیت شاه، هر چقدر سیاست بدانیم و بخوانیم باز در رابطه با منطقه ژئوپلیتیکی ایران کمتر میدانیم. ایران در گذشته دارای یک قدرت بزرگی بود از سوی قدرت‌های بین المللی که حمایت می‌کردن، یعنی آمریکا، یعنی انگلیس، یعنی حتی کشورهای مارکسیستی مثل شوروی و چین هم به نوعی حمایت می‌کردن. شاه تمام امکانات رو داشت از نظر امنیتی، ارتش، تبلیغات، پول و همه چی رو شاه در اختیار داشت. با یک چنین قدرتی که در منطقه خاورمیانه اون روز نظیر نداشتش، حاکمیت شاه از نظر قدرت استکباری و طاغوتی، امام با او پنجه در پنجه افکند و سرانجام او رو به زمین زد و برای همیشه نه شاه را، محمد رضا را، رژیم شاهنشاهی 2500 ساله را از ایران برانداخت. این بزرگترین حرکت تاریخ است، همان گونه که برادر عزیزمون جناب آقای بهمن‌پور فرمودن. امام تاریخ رو تغییر داد، تاریخ را عوض کردش. این بزرگترین حرکتی است که از سوی یک مرجع دینی، یک عالم دینی در عصر غیبت تحقق پیدا می‌کند و برای اسلام عزت و آبرو و عظمت می‌آورد. The Imam struggled against a government that maybe many people don't know about, but it was the strongest government within the area. If you look at the social, political dimensions of Iran, it was a great nation, and again, it was a superpower within the region. This Iran, or at the time the Shah, had support from various allies. So you've got the UK, the USSR, communists on one side, and you've got the United States, who had given every single tool to the Shah. You've got the propaganda, media, army. So you have all of these material things which was given over to the Shah. And on the one side you had Imam Khomeini, who brought down basically a 2,500-year empire to its knees. And this is something, this was a step of the Imam where he really changed the course of history, the course of Islamic history. حرکت امام مبتنی بر اندیشه‌های ناب و صحیح اسلامی بود. حرکت امام برخواسته از مکتب
بسیار ارزشمند و مکتب حیات بخش تشیع بود. حرکت امام ادامه حرکت امام حسین علیه السلام بود و این چنین ایمان و باوری در عمق جانش بود و لحظه‌ای سستی، لحظه‌ای به اصطلاح یأس و ناامیدی در وجود او راه نیافت، توانست به پیروزی برسد. So that the movement of the Imam is very important, very precise, valuable for the Shias, and this very movement is a continuation of the movement of Imam Hussein alayhi salam, and in the same way it was a great honor. Not even for a second did Imam Khomeini become lazy, or you could say he didn't kind of lose hope in God. There was this continuous belief in God that took him through. همون گونه که برادر عزیزم جناب کشمیری گفتن، اطمینان خاطری که امام داشت، آرامشی که امام داشت، چه در زمانی که چون آرامش برگشت امام رو از فرانسه گفتن، نه من آرامش امام رو بگم، تاریخ را عرض بکنم، یه اشاره‌ای بکنم. روزی که امام رو دستگیر کردن در 13 آبان 1343 در قم و همون لحظه آوردن ایشون رو به فرودگاه تهران، با یک هواپیمای نظامیشون رو تبعید کردن به ترکیه. مأمور ساواک ایران این گزارش رو میده، این گزارش ثبت شده، نوشته شده. مأمور ساواک میگه که در هواپیما وقتی که امام نشسته بودش، صلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی امام در هواپیما نشسته بود تک تنها، نمیدانست کجا میخوان اون رو ببرن. آیا میخوان برن اعدامش کنن؟ میخوان ببرن به اصطلاح در جایی زندگی به اصطلاح زندان سختی براش بود. آینده چه میخواد بشه؟ هیچ مشخص نبود. مأمور ساواک میگه من میترسیدم ولی او آرام بود. میگه از ایشون پرسیدم که چایی میل داری تو هواپیما؟ خب بیارید چایی بود. یه چایی آوردم براش، خب آرام بودش. بعد گفتم مایل هستید که بیایید پیش خلبان و ببینید هواپیما چگونه است؟ خب بدم نمید. بلند شدش آمد پیش خلبان، هواپیما رو نگاه کرد، آرام که علم یکن اصلا شیئا معصوم. اگه تنها آرامش این چنین، این بجز ایمان به خدا که کمترین حمله به آدم میشه، آدم رنگش رو میبازه، خونش به اصطلاح فشارش بالا میره، به طرف زندان میبرنش، نمیدونید چطور میشه. دارن امام رو میبرن، نمیدونن کجا داره میره، چه میخواهد بشود، آینده چه خواهد شد، این دشمنان باهاش چیکار خواهند کرد. آرام این چنین، این گزارش دشمن این گزارش رو نوشته است از آرامش. برگشت 13 سال بعد، 14 سال بعد وقتی ایشون برمیگشت تو هواپیما، دشمنش رو سرنگون کرده، نظام شاهنشاهی از بین رفته، میلیون ها انسان به استقبالش اومدن، البته از اون طرف هم معلوم نیست، باز هواپیما سرنگون میخواد بشه، دشمن میخواد چیکار بکنه. خلبان و همه مضطربن. خبرنگار از امام سوال میکنه شما چه حالتی دارید؟ چه روحیه‌ای دارید؟ این ثبت شده. امام میگن نه هیچ فرقی نمیکنه. یعنی نه شادی، نه ترس، نه ناراحتی، فقط وظیفه، آنچه که خدا فرمود. خدا هم یاری میدهد. اگر هم کشته بشویم اهدل حسنیین است، اگر هم زنده بمانیم بهتر. و لذا وصیت میکند یک بار روحی آرام و قلبی مطمئن، روحی آرام و قلبی مطمئن شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از این جهان میرود. امید به این دارد که این نظام تا وقتی که اسلامی است و اسلام را میخواهد
و راه خدا و راه پیامبر و راه ائمه را طی می‌کنند، دشمنی چون آمریکا به اون عظمت، به تغییر امام هیچ غلطی نمیتواند بکند. مشکلات پدید میآورد و لذاست میبینید 32 سال از این نظام باقی مانده و با مجموعه مشکلاتی که هست همه گمان میکردن با رحلت امام اسلام از بین میرود، انقلاب از بین میرود، انقلاب اسلامی از بین میرود، ولی خدا این چنین خواست به رهبری چون حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی این نظام اداره بشود، سخت ترین شرایط رو به پیش ببرد. مشکلات هست اما با قدرت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و ایران اسلامی به حیات خودش ادامه میده. Said Kashmiri mentioned that the Imam was in peace when he was in France. He said, but let me take you back. Let me take you back to the time when he was in Bonn and the intelligence agency came and they arrested him and they took him from Bonn to Tehran. So that from there they were flying out to Turkey. He said that the pilot or the Sabak agents, they looked at his face and they saw that he was in complete peace. He ran up to the plane, was sitting on the plane, and he sat on the plane. The enemy is now saying, they're writing this down within history, that I looked at the face of the Imam and he was in peace. At that moment I said to him, do you want a cup of tea, do you want a chai? And the Imam replied. After that he got up and they asked him, do you want to go and see the pilot? He says, fine. He goes up there. Pilot himself says that look, the Imam was in absolute peace. So he says that ultimately when you look through uncertain times, you find that Imam Khomeini was in a state of peace. He then says that after that, the Imam himself had tawakkul on Allah, he had belief in Allah, and he was alone there. So there's generally people in that situation, the blood pressure goes high, they go through different problems, but the Imam himself was in a state of complete peace. And then after that he says that look, 13 or 14 years later, when he now comes back, when those very enemies have now been pretty much destroyed, and as he comes back there are millions of people waiting for him. Again he's on the plane. He doesn't know what's going to happen. Is it going to be shot down? Is the plane going to reach there? But when you look at him, you find that he was in complete peace again. That the media, a representative, he saw his face and he said, look, the Imam is not scared. He's not happy. And he says that when they asked him, how do you feel? He says, nothing. In a way that he was implementing the rule of God. So it wasn't for his own sake that he was doing this was for the sake of God. So then afterwards he came back and he gave us a principle. And that principle is as long as the Islamic government follows the way of God and the way of the Prophet, the Aimma, then really no enemy can touch you. Even that America, who Imam Khomeini says that America can do no wrong, and this was a catchphrase in Iran, that America can't do no wrong, even that America can't do anything as long as you're following these three principles. 32 years later now, when we look at the Iranian system, it's still going very strong. And today you find that you have a personality such as Ayatollah Khamenei, who is leading this system. And Iran has seen many difficult periods, difficult stages. But under his guidance, his leadership, we find that Iran, 32 years later, is still going very strong. This Iran, which is an Islamic Iran, which is representing Iran, is going very strong today. آری انقلاب اسلامی به پیش می رود. برخی گمان می کردن فقط محاصره میشه انقلاب اسلامی در ایران و انقلاب به جای دیگه سرایت نمی کنه و گمان می کردن که انقلاب فقط در ایران است، اونم با فشارهای بین المللی، قدرت‌های استکباری چون آمریکا و قدرت‌های غربی انقلاب را از پا در می‌آورد. اما خدا چنین قدرت نمایی کرد. می‌بینید که امروز بعد از گذشت 32 سال باید انقلاب اسلامی در تونس، انقلاب در کشور تونس، انقلاب در مصر و همان گونه که گفتم 15 خرداد در یمن باید
انقلابی تحقق پیدا بکند، طواغیت سرنگون میشوند، مردم بر سرنوشت خودشون مسلط میشن. این مردمی هستن که به پا خواستن، مثل مردم مظلوم بحرین که واقعا با پوست و گوشت و خونشون مردم حقوقشون رو میطلبن، باشون هم مبارزه میکنن، ولی سرانجام پیروزی از امت اسلامی است انشاءالله. در همه جا این راهی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ما آموخت. ما وظیفه داریم نه تنها به عنوان سالگردیم که طلب رحمت و مغفرت کنیم، او در رضوان الهی در جایگاه بسیار ارزشمند زندگی میکند. ما این که باید درس بگیریم از حرکت او، بیاموزیم، وظیفه بشناسیم، در مسیر دین خدا حرکت کنیم، درست به پیش برویم، امیدوار باشیم و بدانیم که سرانجام آری ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این وعده پروردگار متعال است. بار دیگر از همه برادران و خواهران گرامی حضرات علما تشکر میکنم، از جمعی دستاندرکاران اداره جعفریه، از علما و مردم که کمک کردند در این جلسه سپاسگزارم و خدا روح امام امت رو شاد بفرماید، توفیق حرکت در اون مسیر به ما عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده